ESTJ. واقعا نمیدونم، تنها خاطره که ازش دارم اینه که یه بار دعوتش کردم مهمونی، اومد و رفت خیلی اوکی و آروم. بعد رفیقاش ازش میپرسیدن که کجا بودی، چی شده، چه اتفاقی افتاده. اگه مثلا یه سال بود از خونه نیومده بود بیرون. وایسا ببینم. اوکی اوکی اوکی، آروم، نفس عمیق، نفس عمیق. این یارو ناراحته، خیلی ناراحته. بسی که هست اینه که اگه به خاطر اکسل نبود من ایشون رو نمیشناختم. فقط یه بار لیست اسمای دور همیشو مرتب کردم و ترتیب دادم و ازم خواست که دوباره این کارو بکنم و گفت ممنون میشه اگه پیوسته این کارو ازم ببینه و منم ادامه دادم و رضا تایپ مامانت چیه؟ این آخرین امیدمه. اوه عجب. امیدواریم ناراحت نشه. نه سرش خیلی شلوغه، ولی نمیدونم، شاید از کجا معلوم یه روزی اگه فقط جواب بده پیامامو ESFJ. یه دلیل دیگه که تستت چرت و پرته. خب آره با جور در میاد این صورت خندون شوخ پر استعداد که بری جلوش و بگی من میدونم، همه چی رو میدونم. من به خاطر اون اینجام. خیلی حرفه نه؟ چرا حس میکنم اینم نقششه. What؟ این اصلا اون برنامه هاست که یارو میاد و من باید ازش معذرت خواهی کنم آخر سر که چرا بچه بودی قلدری میکردم سرت، که چرا وقتی گریه میکردی میزدمه، که چرا وقتی حواست نبود خوراکیاتو میدزدیدم و بعدش فهمیدم میدونستی و هیچی نگفتی و وقتی اینو فهمیدم باز زدمت، فقط زدمت، هی زدمت، پشت سر هم زدمت. نقشم گرفته، ما با همیم و دوستش دارم و میفهمه یه روز و اگه برم دلش تنگ میشه برام. خب ببین نمیدونم، برای شروع تنها کسی که من تا حالا سر کار بهش نگفتم احمق، بیشتر شبیه یه کامپیوتر در حال تحلیله. نمیتونم بگم دقیقا شبیه یه کامپیوتره، چون یه بار دیدم داشت به خاطر مشخص نبودن برنامه‌های 10 سال آینده شرکت گریه میکرد. نمیدونم خوک. ناموسن. هی دلیل میخوام، دلیل نمیخوام فکر کنم یه جوکه. تئوری پشتش چیه؟ چرا؟ توضیح بده. وای لباساش، آره چرا انقدر تمیز بود پوستش. اوکی ببین، من خودم رو نگه داشتم واسه یکی که ارزششو داره، که وقتم تلف نشه رفیق. پس لطفا بهم بگو این همون چیزیه که فکرشو میکنم. خب بذار برم. نمیدونم، واقعا اینتراکشن خاصی نداشتیم غیر از وقتایی که برام قهوه میاره تو دفتر، یا وقتایی که میگم فردا چی بپوشه، یا اون موقع که از خستگی بیهوش شدم دیدم صبح برام آب پرتقال و قرص گذاشته و یه نامه کنارش، یا سلام کردنای به شدت منظمش، یا صداش. میدونستم. آره